من به همه شما یک سخن را میرسانم، فقط خواهر خودتان پیش چشم بیارید. فقط خواهر خودتان. وقتی تو دست یک خواهر برادرم میقپی، هیچ وقت نیتی تو نیتی پاک نیست، تو دروغ میگوی. با دلی صاف، این دلی تو صاف میشد، دستی او دختر قپیده و فشرده و از دستی او راحت نمیبردی. او دلی تو خیلی دلی غجد است، او دلی تو خیلی دلی سیاه است. او را من میبینم، من میفهمم. تو دروغ میگویی. وقتی دستی او را قپیدی، تصور کن که یک رفیقی تو دستی خواهری تو را میقپد. خودت را چه تصور میکنی؟ مادام برای خودت که نمیخواهی، برای برادر مسلمان تم نخواه. یک برادر تم بیچاره را در غم اندون افغان، تا که فردا یک رفیقش میگوید میدانی خواهرت با فلانی دیدم. خیلی آدم غمگین میشود. سلام علیکم رحمت الله و برکاته. همه کسی نغزه سوزین. اینا ما از سرحد قزاقستان گشتیم. اینا بچه‌ها چخیر رفت آمدگی خودشون ای آواز خودشون بشنوین. اینا سلام علیکم بچه‌ها. اینا شکر خدای نرفتیم اومدیم. اینا میز دکمنت هم یه ماشین قطعی رفته اومدگی. همین ماشین خودش میگذرونه، با خودش عبرت نمیگیرن، میبیاین این تلفنو پراویر کنه میکنن، یگم چه پراویر کنه میکنن. تنج رفتیم اومدیم. راه ده دو جوده من کردن، داشت دکمنتوشو ندیدن. ما ماشه خود معامله کردم. محمود به دکمنت بدیا. چند قبل دکمنت واسه نکرده بودم. اینا همین کرد رفتم اومدم بیس پرابلم هم یه ماشین قطعی دکمنت اینا میگراسیون که پیچت هم ماشین آورد. آن چیز که مردانگی را پرقوت میکند، عصبی مانده را آرام میکند. پرستاتیت، خنک گرفتگی، شمال خوردگی، همه این راه مشکلی ها را برطرف میسازد. آن چیز، آن تستوسترون شفافرما برای شما میباشد که میتواند همه این مشکلی ها را برطرف سازد. برای دسترس کردن رقم ها در شبکه پروفیل یا اینکه در روی اکران، اگر که رقم ها را پیدا نکردید در کامنتری واتساپ نویسید. ناراحت می شود. از این خاطر اسلام عاشقی را هیچ وقت جایز نمیگوید. حتی شما تلفنی هم صحبت داشته باشید، اسلام این حرام میگوید. تلفنی، زیرا صدای زن خودش ریاکسیا دارد، خودش یک وجود آدم را ویران میکند. با تلفن حتی همراه او صحبت نکن. حبیب خدا به تمام جوانها سفارش داد: یا معشر الشباب، ای جوانهایی که شما زنگیرین، شما زنخواه هستین، من استطاع منکم الباءة فلیتزوج. کدامید که اگر قوت داری، پول داری، زن بگیر. و باز گفته است پیغمبر: ای مردم دختردار، مهر دخترتان بلند نکنید. بهترین زن همون زنی که مهرش کم است. دختر تا نرخ قیمت نمان که آیسته آیسته پای مردم دیگر از دروازه تو کنده می شود. این دختر است، او شهوت دارد و هم شوهر می فارد. روز از روزها تو را به آب رو می کند با این نرخ نوایی که تو در او دختری خود گذاشتی. جوانها را می گوید کدامت پول داری، مال داری، زن بگیر. فإن لم یستطیع، ای حبیب خدا اگر نداشته باشیم چی؟ فعلیکم بالصوم فانه وجاء. گفتن جوانای عزیز مادامی که نداشته باشین، خدا شما را صاحب مال و ملک کند و دخترها را، دختردارها را خدا انصاف دهد. شما روزه گیرین تا که شهوت شما، همون شهوتتان با واسطه روزه شکسته شود. روزه بگیرین. گفت روزه شما را مانده میکند، روزه شما را شکسته میکند، همون طغیان شهوت از بدن شما دور میکند. این از توصیه پیغمبری خدا. تعجیلی مخلص شما از شهر دوشنبه. السلام علیکم حضرت حاجی میرزا. ما مخلصان شما از شهر دوشنبه با زیارت شما آمدیم. از شما خواهش میکنیم که در حق اهل عائله ما یک دعای خیر میکردی. بعدم با یک سوال با شما مراجعت میکنم. من $2500 امریکایی با یک برادر اسلامی دادم. 1 سال میشود که وی پول مرا بر نگردانیده است. من از همین پول زکات میدهم یا نه؟
اولا پروردگار مهربان آن مراد و مطلوبی که در این عائله هست خدایا با فضل و کرم خودت برآورده بگردانی. آمین یا رب العالمین. و دیگر این برادری که $2500 داده است، تا حال بیچاره پول گرفتن نمیتواند و از این پول زکات میدهد یا نمیدهد؟ البته زکات میدهیم. اگر پول ما و شما در دست مردم در قرض باشد، تا زمانی که وی گوید که نه من نمیدهم یا گوید که من پولی تو را نگرفتم، تا این زمان ما از او پول زکات میدهیم. یعنی وقتی ما پیشش میریم پول ما نمیدی یا نمیدهی، میگوید که میدهم، 1 ماه پس میدهم، 1 سال پس میدهم، تا همون زمان ما زکات او را دادن میگیریم. اگرچه پول در دست مردم هم که باشد و مال ما هست، از این خاطر از آن پول ما و شما زکات میدهیم. برادرای عزیز، شما با کسان داد و گریفت کنین که این گونه شما را ندوانند. با برادرای یار رفیقی کنین که از خدا میترسیدگی باشد، تا که امروز شما سرگردان نشوین. بسیاری برادرای را دیدیم با یکدیگر رفیق بودن، مناسبتشون با واسطه همین قرض و پول با همین مناسبت هاشون ویران شد. برای همین شما پولهاتون همه وقت در شخصای دهید که اونها ایمان به الله دارند، ترسی از خدا دارند و شما باوری کامل دارین از اونها، این حالت با اونها داد و گرفت پولی کنید. السلام علیکم. داملای شیرین سخن بابای حاجی. من یکی از مخلصان دائمی شنونده شما که در ناحیه مومن آباد زندگی دارم، از شما سپاسگزارم که در حق ما دعای کنید که ما به همسایه بد گرفتار هستیم که مدت 1 سال است که با ما جنگ و جدال دارد. من از کاسیت 56 شما در مسئله همسایگی گفتگوی شما را شنیدم که این به من بسیار معقول شد و خواستم که مکتوب را به شما نویسم. خواهش مرا التماس رد نکنید، در حق ما دعا کنید. مکتوب مرا همین جمعه خوانید. من انتظار جواب و دعای شما هستم بابای حاجی. با احترام، یک زن از ناحیه مؤمن آباد. قیل یا رسول الله این فلانه تصلی لیلا و تصوم النهار و تؤذی جیرانها بلسانها، فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا خیر فیها هی فی النار. این برادر ما کسی باشد در یک همسایه خیلی بد گرفتار شده است و میخواهد که با واسطه دعای ما و شما از این همسایه بد نجات یابد، از دشنام اون نجات یابد. این حدیثی که الحال برای شما خواندم، این حدیثی هست که نزد پیغمبر خدا یک نفر آمد گفت ای پیغمبری خدا، یک نفر شب تا به روز نماز میخواند، روز باشد روزدار است، لیکن همسایه اش را بسیار آزار میدهد. در حق این گونه انسان چی میگویی؟ حبیب خدا چی گفتند؟ لا خیر فیها هی فی النار. گفتند آن نماز شبش و این روزه‌ای که در روز میگیرد نیست خیر در آنها، به او خبر دهید که وی دوزخی هست. کسی که در پی آزار همسایه هست. ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انه سیورثه. حبیب خدا را حدیث صحیح است. هرگاهی که جبرائیل پایان میشد نزد من می آمد، مرا از حق همسایه داری خبر میکرد. دائم در حق همسایه داری مرا تاکید میکرد. گمان بردم این که انسان وقتی از دنیا میگذرد همسایه از همسایه میراث میبرده باشد. تا این قدر گفت حضرت جبرائیل مرا تاکید کردن. بسیار بد است برادرای عزیز. هر کدامی که شما همسایه دارین، خوب است ناخوب است، با او معامله خوب کنین، کاری کنین که با او رفت آمد کنین.
خداوند این بنده ای که از این جمعیت ما دعا طلب کردند، خدایا به همه مراد و مطلوبش موفقش بگردانی و همه خصلت‌های ناخوب این همسایه را خدای مهربان از بدن او جدا کنی و در عوض این خصلت‌های بدش خداوند به او حلم و به او نرمی و به او انصاف نصیب بگردانی. آمین یا رب العالمین. به نام خداوند بخشنده مهربان. السلام علیکم داملای عزیز. من خواهر اسلامی شما کسبی من همشیره طبی می باشد. اگر در یگان بیمارخانه کار کنم و مردهای نامحرم را جایز است که اوکال کنم؟ التماس با این سوال من جواب دهید. البته در ضرورت جایز است. اگر همون خواهرهایی که همشیره هستند در بیمارخانه ها کار میکنند، بغیر اونها دیگر نفر یافت نمیشد که مردها را معالجه کند، در این حالت جایز است که این زنها همون مردها را همون موضع فقط ضرورت شد، همون موضع ضرورت تبابت کنند، جایز است. اگر با شرطی که ضرورت باشد. السلام علیکم بابای داملا. خدای مهربان صفی شما برای این عالم ها را زیاده بگرداند. بابای داملا التماس با این سوال من جواب گردانید. اگر آب دیده کنید طهارت میشی کند یا نه؟ ما یکی از مخلصان اشهدی شما هستیم، یونس و منوچهر و یعقوب و خدایداد، و در آخر با ما یک دعا کنید که ما قرآن را نصف کردیم و به آخر رسانیدیم. خداوند شما را حافظی کامل بگرداند و در این حفظ کرده اتان خدای مهربان شما را عمل کننده بگرداند. آمین یا رب العالمین. آب دیده طهارت نمیشکند. آب دیده هیچگاه طهارت نمیشکند. اگر از کدام ما و شما آب دیده جدا می شود، چه از ترس الله باشد چه از روی مصیبت باشد، این به طهارت هیچ دخالتی ندارد. برعکس اگر انسانی که اگر از ترس الله، اگر گفتن حتی به سر یک پشه، اگر یعنی همون آب چشمش به اندازه یک سری پشه باشد، الله گفت از روز قیامت وی از عذاب دوزخ نجات می‌دهد. دوستان خدا میگوید وقتی از چشماشون که آب میریخت، آب در زمین افتیدن نمیماندن، بلکه اونا آبی چشم میگرفتن و در وجود چون میشکیدن، میمالیدن و میفهمیدن که در کجای بدن اگر آب دیده از ترس الله چکیده باشد، همون موضع را آتش دوزخ سوزانده نمیتواند. از این خاطر این ثواب دارد، این اجر دارد. طهارت شما را نقص نیست، طهارت شما را باز نورانی میکند. السلام علیکم داملای شیرین سخن حاجی میرزا. همین سوال ما را امروز جواب گردان. مرده شب مانده را در شب شستن ممکن است یا نه؟ دوم، اگر پدر بیمار باشد با پسر ممکن است که او را تازه نماید؟ از شما منت دارم. مرده در شب وقتی میماند شستنش بینهایت لازم است. اگر در کدام خانه ای که مرده باشد و فردا نیتی گوراندن او داریم، همون شب شویم تازه کنیم، سحر وقتی که ما او را برداشتن کی شدیم باز یک خبر میگیریم. اگر هرچی از خون و از چیزی که از وجود او بیرون شده باشد و یا بالته گرفته تازه میکنیم، دویم باره شستن دیگر حاجت نیست. همون یک بار شستن خودش واجب است. شستیم سحر پاکیزه میکنیم، تازه میکنیم، پیش از آنه که در کفن او را چکار کنیم جای کنیم. این بسیار خوب است. دیگر روز باز گویم سرگردانی ها کمتر می شود، ثواب است. و برای فرزند تازه کردن پدر جایز است یا جایز نیست؟ اگر مادرش باشد برای مادر این وظیفه است. مادرش یعنی برای زن همون مرد وظیفه زن است که باید که زن مرد در حالت بیماریش بیمارداری کند، باید تازه کند، شوید، پاکیزه کند.
لیکن مادام زن نباشد این حالت در برای فرزندان از روی ضرورت جایز می شود که فرزندان همون پدر نگاه میکنن که تا که پدرشان باز یک بار درچان زیاده نشود، یک بار چرکی او زیاد نشود، یک بار گویم بو و آن بویی که در وجود او است باز او افزون نشود. این حالت در رخصت می شود. همین مکتوب ها را خیلی کم نویسین، فقط گفته بودم سوال نویسین بس. اینجا در خیلی صحبت ها نویسانده است. خب بعضی نصیحت ها ما را هم کرده است رحمت. خب 2 سال پیش مادرم وفات کرد و بعضی آدم ها به من گفتن که خانه را انداوه نکن، خانه را سفید نکن و تا 1 سال چکدان تانه نکن که اوبال است. برای آن که 1 سال باید اعضا بگیریم. من میگویم با آنها که شریعت سبکی گفته است باور نمیکنند. اگر 1 سال پس پدرم، 2 سال پس بابایم، 3 سال پس مامایم وفات کنند، من کی خانه‌ام را تعمیر میکنم؟ یا که زنی گفت که پسر برای مادر کفنی نخرد که اوبال است. التماس با سوالی من جا، اینا همه یک گپای بیهوده هستند. کفنی را میخریم، کفنی ما را تیار میکنیم، خوب است. و اگر پدرمان مادرمان کدامش که از دنیا هم که گذرد، این گذشتن این امر حق است، همه من میگذاریم و این به تعمیر خانه گذشتن هیچ وابستگی ندارد. خانه همون تعمیر میکنیم، تازه میکنیم، سفید میکنیم، هر بهبودی که در خانه لازم باشد جاری کردن میگیریم. این در شریعت گناه نیست که پدرش مرد است این خانه ها را سفید دارد. این جای ملامت نیست، بلکه پاکیزگی خودش هم از اسلام است. ان الله نظیف یحب النظافه، ان الله جمیل یحب الجمال. خدا خودش زیبا از زیباها را دوست می‌دارد. خداوند خودش پاک از پاکیزه ها را دوست می‌دارد. از این خاطر این به معرکه های مصیبت کاری ندارد. السلام علیکم داملای عزیز و مهربان ما. خداوند دنیا و آخرت ما و شما را آباد کند. اما بعد در مسجد محله ما هر کس برای خود جای را اشغال نموده است. اگر مبادا دیر ماند و به جای آنها کسی دیگر گذرد، تو در جای فلانی نشستی گفته بعضی دیگرشون تنقید میکنند. آیا اسلام در مسجد برای خود جای اشغال کردن را به ما اجازت میدهد یا نه؟ دوم، بعد خواندن فرض یا سنت ما جای خود را عوض میکنیم. این کار ما با دیگرها نمیفارد. داملای عزیز با این مسئله ها روشنی میدادید. اله ما و شما را خداوند از بلاهای زمین و آسمان نگه دارد. مسجد جای ندارد. مسجد برای هیچ کس جای معین کردگی نیست. فقط برای امام جای هست، برای دیگر هیچ کس جای نیست. هر جایی که انسان می آید می نشیند برای او جای هست. اگر مبادایی که من این مسئله را یک بار دیگر گفته بودم، یگان جوانی که اگر یک موی سفید احترام میکند و در جای خودش شیناند، این حقی همون جوان است. وای در جای من نشست گفته وای ملامت کنی، در تو گناهگار میشوی. مسجد جای ندارد. اینجا نفری هست، مخصوص مثال مسجد ما، نفری هست که از ساعت 9 و 10 آمده در همین نزد ما می نشیند. وای اخلاص دارد، وای محبت دارد. وای یک انسان آمده و از زیر کشش برداشته و رو از جای من، این جای من است، این در حقوق ندارد. این آزار می شود. بعد خواندن فرض پریشان شدن خودش سنت است. کسی را میفارد نمیفارد قانون شریعت است. ما با فاریدن یک برادر چیکار داریم؟ وقتی امر پیغمبر باشد، وقتی دستور شریعت باشد، فلانی را فارید نفارید، ما عمل اسلامی مال انجام دادن میگیریم.
وقتی فرض خواندین دیگر شما پریشان شین در مسجد. این خودش سنت است. سنت اگر کسی در سنت می ایستد، در سنت صف می ایستد، خودش مکروه است، اجازت نیست. کتابی بلند نرود، همین گوری میری را بیند. این شرح مختصر است. در همین گوری میری در باب سنت ها همین مسئله آمدگی هست. سلام اکای حاجی مرزا، من مخلصی اشدی شما هستم. با همین سوال من پاسخ درست دهید. من نماز خود را میخوانم ولی در مکتب با لباس مکتبی و سری لیچ میروم. من جواب شما را انتظار هستم. خواهر عزیز، اسلام برای تمام پیروان خود لباس معین کردگی هست. میگوید صاحب مختصر، ما آیت قرآن دلیل، اگرچه مختصرم استدلالش از اما آیت قرآن است. والحرة كل بدنها الا الوجه والکف والقدم. صاحب مختصر در کتاب صلات میگوید زن مسلمان کل بدنش باید پوشیده باشد مگر چهره رو، یعنی چهرهش کشاده باشد گناه نیست، کفای دستش تابد گناه نیست و کف پاشم که تابد این گناه نیست. گفتن و الرجل من تحت سرته الى تحت رکبتین. اما مردها را چی؟ از زیر ناف تا زیر زانوش فرض است، کسی باید این موضع را نبیند. صاحب مختصر در عبارت در کتاب صلات و ما و شما معین کرده. از این خاطر خواهر عزیز یا برادرای محترم، اسلام الحمدلله که برای ما و شما لباس معین کرده است. برای زنها پوشیدن کل بدن مگر چهره هاشان، کف دست هاشان، پای هاشان اگر تابد این گناهی نیست. بغیر این اگر سر لوچ باشد، پیشی بری لوچ باشد، پایهای او تافتگی باشد، اینجا الله که وی گناهگار در نزد الله است، وی گناهگار است. حدیثی را از پیغمبر خدا بهر شما میخوانم. افسوس که امروز چه یک مصیبت کلان آمد که مردها لباس زنها را میپوشند، زنها باشند لباس مردها را میپوشند. امروز دیگر ما میگوییم تاجیک هستیم و فخر داریم به تاجیکیمان. امروز دیگر دختر تاجیک از غیر تاجیک شناخته نمیشود. علی کولاب الحمدلله خیلی خوب است. شما پایتخت روید احوال دختر تاجیک بینین، خیلی آدمی اگر حسی ملی، اگر حسی وطن دوستی داشته باشد، باور کنین خیلی مصیبت کلان در گرفتار می شود. دیگر شناختش نمی شود که این دختر از کجاست. و وقتی که اگر صحبت میکند با زبان تاجیکی صحبت میکند، این خیلی مصیبت کلان است. ما الحمدلله مردم تاجیک به خودش لباس خاصه داشت، لباس ملی داشتیم، لباس های بهترین زیبا داشتیم. چرا از اینها استفاده نمیبرند؟ چرا اون لباسی که خودی مردم تاجیک دارد این مردم، همین مردم خود ما لباس را نمیپوشند؟ لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. حبیب خدا گفتند لعنت الله است به همان مردی که لباس زن میپوشد و لعنت الله است به همان زنی که لباس مردها را میپوشد. امروز دخترای تاجیک ما و شما کرته های ما و شما را میپوشند، پیشای بری اونا نمایان، گردنهای اونا نمایان، تمام وجود او
نمایان. پس آیا جنایت کی روشن میکرده است؟ این جوانایی که امروز در زنا داده شدند، امروز جوانایی که گوییم 5 سال و 10 سال زندانی میشوند، چیکار کرد؟ فلانی قتل زنا کرد. و سببش در چی است؟ سببش در همین است که تو لباس چنان لباسی هست که مردک به خود جذب کردی. آخه اگر مرده نباشد وای دیگر شهوتش بیدار میشود. اینجا مرد دیگر چی گناه دارد؟ آیا همچنان نیست؟ کدام ما و شما اگر بینیم، کدام ما و شما بینیم احوال همون زنها را در حال وجود ما و شما تغییرات پیدا میکنه. برای چی حبیبی خدا گفتن یا معشر الشباب، ای جوانها زن گیرید؟ برای چی گفت؟ فانه اغض للبصر و احسن للفرج. برای چی گفت؟ برای چی شما جوانها را گفت پیغمبر که درو زن گیرید؟ زیرا گفت این زنی که شما میگیرید اغض للبصر، چشمهای شما را پرده پوش میکنه، و احسن للفرج، دیگر شما را به زنا کردن نمیمانه. یعنی شهوت شما دیگر شکسته میشود با همون زن خودت، دیگر میل تو، عشق تو دیگر به سوی زن بیگانه نمی رود. از این خاطر از همه خواهرای عزیز، از همه زنهای مسلمان خواهش ما همین است که لباس ملی تا نپوشین. لباس ملی تاجیکی که داریم، از کرته های اطلس و از کرته های چکن و از همون روی مالای زیبایی که داشت مادرهامان مامهامان، از همونها پوشین. انشاءالله این تاجیک بدن تو را نشان میتد. امروز تمام مهمان های دنیا برای تاجیکستان دیدن. امروز این جناب عالی تمام تاجیکا را در روی دنیا معرفی کرد، ما را به تمام مردم دنیا شناس کرد که ما مردم چی هستیم؟ مردم مهمان پذیر هستیم، ما مردم خوب هستیم، ما مردم مسلمان هستیم. اونها آمده ما و شما را میبینند، از لباس ما، از رفتار ما اونها خلاصه میبرارند. ای الله.